از کجا بفهمم ریموو لازم دارم یا آنزیم تراپی؟ قرمزی واسه التهابه یا نه هنوز رنگ قرمز زیر پوستمه؟ همین الان بدوین برین جلوی آینه، دو طرف ابروتون رو بکشید، نگاه کنید ببینید اون قرمزی از بین میره، همرنگ پوستتون میشه یا نه. به محض اینکه پوست رو رها کنید مجدد اون قرمزی خودش رو نشون میده. اگه یه همچین حالتی دارین، التهاب پوستی و با آنزیم تراپی و حتی پمادهای آنتیروید از بین میره. اما اگر این قرمزی پاورجا بود با کشش پوست، بدونید که هنوز پیگمنت رنگ قرمز زیر پوست شماست و باید ریموو مجدد انجام بدید. از کجا بفهمم ریموو لازم دارم یا آنزیم تراپی؟ قرمزی واسه التهابه یا نه هنوز رنگ قرمز زیر پوستمه؟ همین الان بدوین برین جلوی آینه،